من دوستان عزیز، اویله بود، دختری داشتم بسیار صاحب جمال بود. هر بار خواستگار می اومد رد می کرد. خواستگار می اومد رد می کرد، خود را به دیوانگی می زد و دیگر سن سالش به جای رسید. پدر و مادر گفتند نه، این خیلی نباید شد. خواستگار اومد بسیار مناسب، دختر را دادن، توی کردن، خورسندی همه گذشت. شب اول داماد کاری کرده نتوانست، چون کلین خود را به دیوانگی میزد. شب دوم هم داماد کاری کرده نتوانست، دیگر طاقتش نبود. برآمده گفت پدر و مادر برای من چگونه زن دادید؟ این یا دیوانه است یا جین دارد، من نمیدونم. پدر و مادر نصیحت کردند که دختر را به خانه‌شان برده میپرتویند، که این یا دیوانه است یا جین دارد. موسفید خانه بابایشان گفت سراسیمه نشوید، صبر کنید، من یک مولا را فریاد کنم آمده بیند که در حقیقت گپ در سر چیست. مولا را فریاد کردم. مولا گفت دخترم گپ زن. مولا گفت دخترم تو نه جین داری و نه دیوانه هستی، من میخواهم به تو کمک کنم. گپ زن، چی شد؟ چی درد داری؟ عروس سرش را بالا کرده گفت من دختر هستم. مولا گفت یک لحظه. بیرون برآمد و همه انتظار او بود. مولا به پدر و مادرش گفت کلینتان جین دارد، برای جین را برآوردن از شما من باید مصلحت گیرم. جین از 4 جای می براید. اینها حیران شدند. مولا گفت اگر جین به چشمانش براید کلینتان کور می شود، به شما کلین کور لازم؟ گفتند نه. اگر به گوشهایش براید کلینتان کر می شود؟ گفتند نه. مولا باز گفت اگر به دهانش براید کلینتان گنگ می شود؟ اینها باز گفتند نه. مولا باز گفت اگر جین از پایان براید دیگر دختر نمی ماند. آنها فکر کردند، گفتند بیا به همان جا براید، راضی هستیم. مولا در آمد نزدیک کلین، گفت هر گوخوری کردی از بیعقلیت بود از چی بود؟ اکنون مشکلیت را حل کردم، زندگیت را خوب آماده ده. دعا کرد و رفت. زندگیشان خوب شد. اگر مولا سر دختر را پنهان نمی کرد چه شرمندگی می شد. برای همه خواهران عزیز